کیقوباد نخستین شاه سلسله کیان بود. 100 سال سلطنت کرد. اما سرانجام عمرش به سر رسید و تخت شاهی را به فرزندش کیکاووس سپرد. جانشین آن شاه خردمند شاهی است تند و ناهوشیار، کم خرد و نابردبار، خودکامه و شتابکار. روزی کیکاووس در گلشن زرنگار با پهلوانان به میگساری نشسته بود و خودستایی می کرد که دیوی به هیئت رامشگر و مطرب نزد پردهدار بارگاه آمد و اجازه رفتن به حضور شاه را خواست. وقتی نزد کیکاووس رفت، از مازندران و سرسبزی آن ناحیه و هوای دلانگیز نه گرم و نه سردش وصفها کرد و دل شاه را شیفته دیدن آن گلزار همیشه بهار ساخت. شاه با بزرگان و پهلوانان از رفتن خود به آنجا گفت. حاضران ناگزیر در موافقت با نیت شاه اظهار بندگی و فرمانبری کردند، اما وقتی از پیشش رفتند آشفته حال و پریشان خاطر بودند. بس چاره در این دیدند که یک پیک چابک سوار نزد زال و رستم بفرستند و از ایشان بخوان تا به پایتخت بیان و شاه را از قصدی که کرده منصرف کنند. زال شتابان به راه افتاد و وقتی به حضور شاه رسید زبان به اندرز گشود که مازندران جای دیوان و جادوان است. شاهان گذشته چون جمشید و فریدون با همه شکوه و جلال و سپاه بسیار و مال فراوان هرگز در صدد بر نیامدند که به آن سرزمین رو آورند. اما کاووس فر و شوکت خیش را از شاهان گذشته بیشتر و گنج خود را از آنان افزونتر قلمداد می کرد. پس گفت که در عزم خود به رفتن مصمم است. زال زر که اثری در پند و اندرز بخردانه خود ندید به سیستان برگشت و کاووس با لشکریان و مهمات فراوان رو به راه آورد تا به شهر مازندران رسید. در مرغزاری خرم و دلکش خیمه و خرگاه بپا کرد و گیو را به غارت شهر و سوختن و کشتن مردم آنجا فرستاد و گیو با فتح و پیروزی بازگشت. شاه مازندران پیغامی نزد دیو سپید، بزرگترین دیو مازندران، فرستاد و از او یاری خواست. دیو سپید شب هنگام به جادو و نیرنگ ابری سیاه بر فراز لشکریان ایران پدید آورد و سنگ و چوب از آن ابر فرو بارید. گروهی کشته شدند و جمعی به سوی ایران گریختند. سپس به جادوی دیو سپید چشم شاه و پهلوانانی که سالم مانده بودند نابینا شد. دیو بر کاووس غرید و بر خیال خام او برای تصرف مازندران طعنه زد و گفت اگر از دیرباز با گرشاسپ پهلوان بزرگ پیمان نداشتم که با ایران جنگ نکنم، تو را و پهلوانان و لشکریان بازمانده‌ات رو نابود می ساختم و هنگامه عظیم برپا می کردم. آنگاه آنچه از سپاه ایران بر جای مانده بود به ارژنگ دیو سپرد که نزد شاه مازندران ببرد. نر دیوی را با 12,000 تن نگهبان کاووس و همراهان او کرد و آنان را به بند کشید و خود بازگشت. یکی از سپاهیان ایران که در حمله دیو سپید دور از لشکرگاه و سالم مانده بود نزد کاووس آمد و شاه او را به سیستان فرستاد تا از زال و رستم یاری بطلبد. فرستاده سرانجام به سیستان رسید. پهلوانان از گرفتار شدن شاه و گردان لشکر اندوهگین شدند. زال از رستم خواست که به مازندران برود و شاه و یارانش را از بند برهاند. رستم با این سفر پرخطر موافق نبود. معتقد بود تا او راه 6 ماهه مازندران را بپیماید، کاووس نازپرورده تاب بند و زندان نمی آورد و می میرد. اما فرمان پدر را باید می پذیرفت. زال رستم را از راه کوتاهی که از آن به 2 هفته می توان به مازندران رسید آگاه کرد. راهی کوتاه اما پرخطر و دشوار. پس رستم پدر و مادر را بدرود گفت و جامه رزم به تن کرد و بر رخش نشست و رو به راه آورد، به راه پرمخاطره کوتاه، راه 7 خان. او 2 روز راه را در 1 روز پیمود و از شکار گور غذا ترتیب داد و از چشمه سارها آب نوشید. به نیستانی رسید و آنجا را برای خوابیدن ایمن و مناسب یافت. اما آن نیستان جایگاه شیری درنده بود. نیمه شب شیر به سوی کنامش برگشت. سواری خفته و اسبی در چرا دید. آهنگ دریدن رخش کرد. رخش 2 دست برآورد و بر سر او کوبید و به دندان پوست پشت شیر را گرفت و او را آنقدر بر زمین کوبید
که هلاک شد. بامدادان رستم از خواب برخاست. رخش را آشفته و شیری کنار خوابگاه خود کشته دید. او را از جنگ با درندگان سرزنش کرد، اما به هر حال از خان اول به سلامت رهید. پس رو به خان دوم نهاد که بیابانی بود گرم و سوزان و بیاب و علف. تشنگی و درازی راه اسب و سوار را از پا درآورد. رستم ناامید میان مرگ و زندگی به درگاه خداوند نالید. اندکی بعد میشی به نظرش رسید که به سوی در حرکت بود. افتان و خیزان به دنبالش رفت. به چشمه آبی رسید، مقداری آب نوشید و رخش را نیز آب داد و شست. بس با افگندن شکاری رفع گرسنگی کرد و بر میش و فرستنده میش آفرین گویان به خواب رفت. خان سوم مرغزاری بود، مسکن اژدهای عظیم. اژدها شب هنگام بر سر رستم تاخت. رخشین بار رستم را با کوفتن سم و کشیدن شیهه بیدار کرد. اما اژدها با جادو ناپدید شد و رستم از این که رخش خواب خوش او را برهم زده خشمگین شد. این اتفاق بار دیگر تکرار شد. رستم مصمم شد که اگر سومین بار رخش او را از خواب بیدار کرد، سرش را از تن جدا کند. اما در نوبت سوم به خواست خداوند اژدها مجال ناپدید شدن نیافت و رستم به یاری رخش و نیروی خداداد اژدها را کشت و سحرگاهان به راه افتاد. به خان چهارم رسید. در این خان دیوزنی جادوگر را دید که سفره گسترده و میش بریان و نان نرم و جام می نهاده بود با تنبوری در کنار سفره. رستم بر سفره نشست و رفع گرسنگی کرد و جامی از می ناب نوشید. سپس تنبور را برگرفت و نواخت و نوای بینوایی و سرگردانی سر داد. رستم با شادی جام می به او داد و به شکرانه نام خداوند بر زبان آورد. زن جادوگر از شنیدن نام یزدان تیره و سیاه شد. رستم به کمند او را گرفت و با شمشیر دونیمه‌اش کرد و از آن خان نیز گذشت. خان پنجم کشتزاری سرسبز بود. رستم رخش را در کشت رها کرد و به خواب رفت. نگهبان کشت از راه رسید، چوبی بر پای رستم زد و گفت که چرا اسبش را در کشتزار میچراند. رستم برخاست و بی آنکه سخنی بگوید دو گوش او را کند و در کف دستش نهاد و باز بر زمین دراز کشید. نگهبان نالان نزد اولاد مرزبان آن ناحیه رفت. اولاد با سواران به رستم حمله کرد. رستم بر رخش نشست. گروهی از آنان را کشت و اولاد را به کمند گرفت اما نکشت. پیمان بستند که او را به جایگاه دیو سپید و دیگر دیوان و جایگاه زندانی شدن کاووس راهنمایی کند و پاداش این خدمت پس از اتمام کار به سلطنت مازندران برسد. اولاد پذیرفت و روانه شد. در خان ششم رستم ارژنگ دیو را کشت و چند دیو دیگر را از دم شمشیر گذراند. دیگر دیوان نیز گریختند و او به جایگاه دیو سپید در خان هفتم رسید. اولاد از عادت دیوان که در نیمروز به خواب می روند رستم را آگاه ساخت و رستم صبر کرد تا گرمگاه نیمروز فرا رسید و دیوان سر به بالین نهادند. آنگاه وارد غار دیو سپید شد. کوهی چون پیر سیاه با موهای سفید درون غار خفته دید. کشتن حریف در خواب رسم جوانمردی و پهلوانی نبود، پس بانگی بلند برآورد و نعره‌ای سهمگین سر داد. دیو از خواب جهید، با سنگی گران به رستم حمله کرد. رستم با چابکی تیغ برکشید و یک دست و یک پای او را قطع کرد. دیو با دست و پای آویزان با رستم دست به گریبان شد. جنگی سخت و دشوار و سرنوشت ساز در گرفت. هر یک سعی در خم کردن قامت حریف و مسلط شدن بر او داشت. رستم در دل گفت اگر از چنگ چنین دیوی رهایی یابم دیگر در هیچ جنگی مغلوب نخواهم شد و دیو سپید در دل اندیشید که اگر از چنگ رستم خلاصی یابد از جهان کناره گیرد و به گوشه‌ای پناه ببرد. سرانجام رستم نهیبی بر دیو زد و به یاری خداوند او را از زمین برکند و به بالای سر برد و بر زمین زد. جگر دیو سپید را با خود برد، زیرا برگشتن بینایی کاووس و افرادش در این بود که خون جگر دیو سپید در چشمشان چکانده شود. پس رستم به راهنمایی اولاد نزد کاووس رفت و چشمان او و پهلوانان را با خون جگر دیو بینایی بخشید. سپس شاد و خرم مجلس بزم آراستند و
نجات یافتگان از رستم سپاسگزاری‌ها به جا آوردند. اولاد به پاداش راهنمایی‌هایی که کرده بود و به حرمت وعده‌ای که رستم داده بود به سلطنت مازندران رسید و به کاووس متعهد شد که خراج دهد. سپس کاووس و لشکریانش به همراه رستم و پهلوانان با غنایم جنگی فراوان شاد و پیروز به ایران بازگشتند و پس از برگزاری جشن رستم با هدایا و خلعت‌های فاخر روانه سیستان شد.